سلام، میخوایم یه سالاد با هم درست کنیم که هر چقدر خوشمزدگیش بگم واقعا کم گفتم. سینه مرغ رو لازم داریم، خوب میکوبیمش. حالا میخوایم سرخ‌آریش کنیم. به آردمون باید ادویه بزنیم. بعدش سینه مرغ رو داخلش قرار میدیم. به تخم مرغمون هم نمک میزنیم که بو ذوحمش بره. سینه مرغ رو درونش قرار میدیم. بعدش پودر سرخ‌آری خیلی خوب فشارش میدیم که سرخ‌آری ها روش بمونه. از این ور سرخش میکنیم دو طرفشو. وقتی که سرخ شد میذاریمش کنار. بریم سس سالاد رو درست کنیم. عسل، سس خردل، آب لیمو یا لیموی تازه فرقی نداره. ادویه ها، روغن زیتون، خیلی خوب مخلوطش میکنیم. به کاهو احتیاج داریم. کاهوهای خورد شده سس رو درونش میذاریم. حالا بریم سروش کنیم. شینسل مرغمون، کاهوهامون. من با گوجه و پنیر گارنیشش کردم. شما با هر چیزی میتونین تزیینش کنین. من سونیا دقی هستم.